سلام دوستان خوبم. شما این برنامه رو روز یک شنبه 5 اسفند 1403 و 23 فوریه 2025 میبینید. تعدادی پیام در ارتباط با نحوه تعامل ترامپ با جمهوری اسلامی بود، با اینکه ویدئویی که این پیام ها زیرش اومده ارتباطی به اون موضوع نداشت، ولی به هر حال تعدادی از دوستان پیام دارن، شاید مربوط به جلسات قبل بوده، تو ذهنشون سوال مونده، سوال مطرح کردن و یک تعداد زیادی سوال در مورد سوال و اظهار نظر در مورد لغو سخنرانی شاهزاده در سیپک. واقعیتش من خیلی دوست نداشتم وارد مسئله بشم، اما چون تعداد سوال‌ها خیلی زیاده، من اظهار نظرهای متفاوتی که وجود داشته، 2-3 جور اظهار نظر هست براتون میخونم. خیلی کوتاه هم نظر خودم رو خواهم گفت. محسن ام محمدی 1946 گفتن که من از شرکت نکردن شاهزاده در مراسم سیپک ناراحتم. توضیحی هم که دادن اصلا توی کتم نمیره. این نشانه ضعف ایشان و اطرافیان است، مگر توضیح قانع کننده بدهند. ما باید انتقاد و ناراحتی خودمون را به ایشان برسانیم. ساناز بهرامی YN6PF گفتن من هم بسیار ناراحت شدم، اما شک ندارم تا روزهای آینده دلیل لغو خودشان توضیح خواهند داد. یک کاربری هم به نام آزاده L8T در قسمت‌های مختلف این پیامو تکرار کردن که حالا من اینجا براتون میخونم. گفتن دلیل عملیات خطرناک رژیم جهت آسیب رساندن به ایشان و همسرشان بود. توضیح دادن ایشان رو در قسمتی که توضیح دادن که بله یه فیلم مشخص شده که یه نفر با قمه داره به شاهزاده حمله میکنه. حالا من اون فیلمو ندیدم، اما یه کاش توضیح بدم برای اگر هم چیزی بوده، آیا اون فرد دستگیر شده نشده، چه برخوردی باش کردن. ایشون این توضیح رو در ذیل پیام محسن محمدی نوشتن و محسن محمدی جواب دادن نه عزیز، ترامپ را ترور کردن، خبرش آمد، همه دیدن، ولی کوچکترین وقفی در کار او به وجود نیامد. یا ضعفی دارن یا برخی دستگاه بهشون اجازه فعالیت نمیدن. به هر صورتشان باید توضیح بدن. ببینید دوست عزیز، این که اگر حتی توطئه تروری در ژنو بوده، بعد یک سخنرانی بخواد در واشنگتن لغو شه، من ارتباطش نمیفهم. به خصوص اینکه سخنرانی در واشنگتن در یک محیط کاملا امن، جایی که رئیس جمهور آمریکا معاون رئیس جمهور هست، اونجا حتما خطر برایشون وجود نداره. من خیلی برام عجیبه که به خاطر یک، حالا شما گفتید، من که ندیدم و کسی هم نگفته، هیچ جای رسمی هم اعلام نکردن و لابد شما که گفتید باید توضیح میدید که حالا اون کسی که با قمه می‌خواسته به شاهزاده حمله کنه حتما باید دستگیر شده باشه، چه اتفاق افتاده. ولی اینکه فرض کنیم در ژنو یه نفر می‌خواسته به جان ایشون سوء قصد بکنه، این باعث بشه که سخنرانی ایشون در واشنگتن، میگم در یک محل امن، حالا میگم واشنگتن، در مریلند بوده، در نشنال هاربر مریلند، در یک جای کاملا امن که بالاترین سیستم امنیتی اونجا حاکمه، به خاطری که رئیس جمهور آمریکا و معاون رئیس جمهور آمریکا حضور دارن. ما به خاطر احتمال یک حرکت در واقع جنایتکارانه در ژنو سخنرانی در واشنگتن رو لغو کنن، من واقعا توجیهش رو نمیفهمم. ناصر هدایت گفتن چند روز پیش در شهر سنگسر از استان شمال، از استان سمنان، چند افغان یک جوان سنگسری رو به قتل رساندن. ظاهرا موضوع این بوده که ایشون صاحبکار یه مغازه بوده، یه شاگرد افغان داشته، اینطوری که در خبرها اومده بود. بعد به اون افغان گفته، حالا می‌خواسته افغان رو بیرون کنه و یک نفر دیگر استخدام کنه. اون افغان و همراه 3 نفر دیگه اومدن و ظاهرا سر این جوان سنگسری رو بریدن. همین هم باعث اعتراضات گسترده اهالی سنگسر برای اخراج افغان‌ها شد. حکومت هم از این تجمع مردم شدیداً به وحشت افتاده و سرویس‌های اطلاعاتی از تهران اعزام شدن برای رسیدگی به موضوع. من تصور می‌کنم، حالا جزئیات موضوع مشخص نیست، اما تصور می‌کنم که یک تدبیر بسیار قاطع با لحاظ کردن امور انسانی باید اتخاذ بشه و غیر از این اگر باشه میتونه برای طرفین خطرساز باشه. یعنی حتی ممکنه امنیت خود افغان‌ها هم با این وضعیت به خطر بیفته، با این تلقی که داره در اذهان ایرانیان ایجاد میشه. ND3674 گفتن شما را به خدا ننشینید تا خامنه‌ای زمین سوخته‌ای تحویل بدهد و برود. مسعود عبدلی گفتن یک دهه 60 هستن و طرفدار منطقی شاهزاده و پادشاهی خواه، ولی شاهزاده باید دلیل محکم و منطقی راجع به کنسل شدن حضور در کنفرانس با این اهمیت ارائه نماید. در این شرایط بسیار حساس شاهزاده میتواند صدای مردم شریف و مظلوم ایران باشد در حضور ترامپ و معاونش. اصلا منطقی نیست ایشون به خاطر مسائل خانوادگی چنین فرصتی را از دست بدهد، حتی اگر بیماری شهبانو بوده باشد. خوشبختانه بحث بیماری شهبانو مطرح نبوده و من تعجب میکنم در حالی که نه شهبانو
نه شاهزاده نه اطرافیان شاهزاده اعلام نکردن. یه آقای در اون کنفرانس نشسته گفته علت عدم حضور شاهزاده بیماری شهبانو بوده. اینکه ما اختیار خبررسانی به دیگرانی بدیم و بعد خبر دروغ بگن که باعث سلب اعتماد هموطنان باشه بسیار بده به نظر من. و البته وقتی که توضیح دقیقی توسط شاهزاده و اطرافیانش داده نشه، این گمانه‌زنی ها و خباثت های بعضی از افراد که میخوان تخریب کنن کارساز خواهد بود. اینجاست که دوستانی که میگن، من یه بار گفتم به نظر میرسه بعضی از دوستان ما خودشون رو بی‌نیاز از توضیح میرن، نتیجهش میشه که هر کس تفسیر خودشو میکنه و این تفسیرهایی که بعضا متضاد هم هست، جز اینکه از اعتبارش آزار صدمه بزنه و جز اینکه اعتماد رو در نسبت به خبرهایی که منتشر میشه از بین ببره، حاصل دیگه نداره. ولی به هر حال ظاهرا این تلقی در ذهن اطرافیان شاهزاده هست که هیچ نیازی به توضیح نمیبینن. من هم خیلی صریح میگم، این که بگن به خاطر یک تعهد خانوادگی نامنتظره یک همچین اجلاس مهمی رو کنسل کردن، به نظر من چیز قابل پذیرشی نیست. آیه عبدالی در ادامه گفتن که حتی اگر بیماری شهبانو بوده باشد که مطمئن هستم شهبانو اصلا راضی به عدم شرکت شاهزاده در چنین جلسه نبودن. من هم دیروزم خودم گفتم، پیروز گفتم، واقعا با شناختی که از وطن دوستی و تعهد ستودنی شهبانو نسبت به ایران و ایرانی‌ها وجود داره، حتی اگر ایشون مریض بودن من یقین دارم به شاهزاده توصیه میکنن که خودش رو به اون جلسه برسونه، مگر مسئله دیگه باشه که حالا بنا نباشه توضیح داده بشه. آزاده الهشتی اینجا توضیح دادن یک نفر با یک خمه بزرگ قصد حمله به ایشان و بانو یاسمین را داشت، کافی بود محافظ سرش را بر نمیگرداند. خب حالا میگم ای کاش حالا ایشون که توضیح دادن توضیح بدن سرنوشت اون خمه به دست چه شد، یعنی فرار کرد رفت، تعقیبی شد، شکایتی شد یا نه. و بعدم عرض میکنم تلاش برای ترور در آلمان چه ارتباطی داره با لغو یک سخنرانی در یکی از امن‌ترین کنفرانس هایی که در واشنگتن داره برگزار میشه. محمد عسقری 4672 گفتن به نظرم ترامپ در حال مهلت دادن به ما مردم ایران است که در این شرایط سخت در داخل و خارج منسجم بشیم برای پیچیدن نسخه رژیم. اونها هم متوجه بشن چگونه میتونن به ما کمک کنن. ناهید آر 4333 گفتن با توجه به نمایش دادن پهپاد ایرانی در آمریکا آیا قرار است خسارت اوکراین را از ایران بگیرند؟ در لایو دیروز من کامل در این مورد توضیح دادم. حالا بیشترم باید در موردش صحبت بکنیم. فردا که همین لایو دیروز رو سوالاتش جواب میدم بیشتر اشاره خواهم کرد. به نظر میرسه که حداقل در حال حاضر میخوان نقش جمهوری اسلامی رو در جنایت‌های روسیه در اوکراین و خسارت‌هایی که روسیه به اوکراین زده تثبیت بکنن فعلا. اینکه مرحله بعد چه خواهد بود بیشتر من فردا توضیح خواهم داد. اما به نظر میرسه این کار، اینکه پهپاد رو با 330 از اوکراین بردارن بیارن در آمریکا به نمایش بگذارن، به نظر من باید گفتش که حتما حداقل این مرحله اول رو میخوان تثبیت کنن. میخوان تثبیت کنن که در خرابی‌های اوکراین و در جنایت‌هایی که روسیه در اوکراین انجام داده جمهوری اسلامی نقش داشته. حالا این رو پیوند بدید به حرفای ترامپ که میگه ما هزینه‌هایی که در اوکراین کردیم باید پس بگیریم، وقت میشه یه حدسایی روش زد. اعظم آبدیان 60 گفتن شاهزاده معروف ترین چهره اپوزیسیون جمهوری اسلامی یا اپوزیسیون مقابل جمهوری اسلامی. من نمیدونم حالا چه ایرادی دوستان گرفتن. البته اپوزیسیون جمهوری اسلامی، اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی، حالا اپوزیسیون مقابل جمهوری اسلامی من معنیش نمیفهمم. سوال دومش اینه که آیا آمریکا حضور شاهزاده در کنفرانس مونیخ را تعطیل کرد؟ به گمان هیچ ارتباطی با آمریکا نداشته. حالا چرا این تلقی رو شما دارید نمیدونم. وقتی که خود آمریکا، حزب حاکم آمریکا شاهزاده رو دعوت برای سخنرانی درستشون حضور پیدا نکردن، ولی به هر حال حزب حاکم آمریکا و عناصر اصلی تاثیرگذار در این حزب شاهزاده رو برای یک سخنرانی در آمریکا دعوت کردن. وقتی میرن سخنرانی در آلمان رو لغو کنن، به خصوص اینکه الان خیلی هم رابطه بین دولت ترامپ و دولت فعلی آلمان رابطه خوبی نیست که اینا بتونن فشار رو اونا بیارن یا بخوان از اونها درخواستی داشته باشن. جواد RBC گفتن هر کوری میدونه امیر قطر مأمور ترامپ بوده. ترامپ 4 سال پیش در مورد نحوه برخورد با خامنه‌ای تصمیم گرفته و ربطی به الان نداره، ولی به خاطر افکار عمومی مجبور بگه من حاضرم مذاکره کنم. رادمان خانه گفتن چرا احوالپرسی اول برنامه رو حذف کردید؟ این نوعی احترام به مخاطب بود. کسانی که دوست ندارن میتونن اول برنامه رو گوش نکنن. ببینید دوستان، من خودم نگاه کردم دیدم که حالا در زمانی که برنامه زنده است ما منتظریم دوستان دیگه بیان، یکی دو دقیقه مهم نیست، ولی برای کسایی که بعداً ضبط شده برنامه رو ببینن ممکنه خود حوصله سربر باشه. به همین جهت خودم من واقعا تصمیم گرفتم حذفش کنم و باور کنید علاقه زیادی داشتم و خودم احساس رضایت میکردم از اینکه یک
گپ خودمونی با همراهانم داشته باشم. اما بعد رفتم دوستا برنامه دیدم، برای کسایی که بعداً به صورت ضبط شده میبینن یه خورده شاید قابل تحمل نباشه. سم بختیاری 43 گفتن چرا برای معرفی یک رهبر با توجه به اینکه آقای نصیری گفتن 70% مردم طرفدار شاهزاده هستند، چرا برای معرفی یک رهبر و تشویق او به اعلام برنامه قدم به قدم اقدام نمی‌کنید؟ ببینید که چپول‌ها جز تخریب کار دیگر انجام نمی‌دهند. به خدا آرزوی خرید گوشت به دل ما مونده. نمی‌تونیم دندون‌هامون رو مداوا کنیم. یک مرد هم در این حکومت نیست که به خامنه‌ای بگه 40 سال اشتباه مرگبار بس دیگه. فلات 171 این اسم کاربریشونه. گفتن که کارگر بازنشسته ساکن قدیمی نارمک هستم. در مراسم مرحوم پدرتان در مسجد جامع نارمک شرکت کردم. وقوع انقلاب 57 و جنگ را دیدم و حس کردم. شما تحلیل‌های درستی دارید، ولی اکثریت جامعه می‌داند که خامنه‌ای شر مطلق است. بگویید راه و چاره چیست؟ منفعل بودن چیزی را حل نمی‌کند، بلکه ابلیس را مغرورتر می‌کند. مهم وحدت خارج نشینانی که هنوز ایرانی هستند و توجه به اهرم‌های قدرت مثل اسرائیل و سعودی تا حدود آمریکا و البته باور به حق. ببین دوست عزیز، من این نکته رو بارها گفتم، حالا ممکنه بعضی از عزیزان من همراه نباشن، همدل نباشن با من. این که میگیم همه مردم همه چیز رو میدونن، همینقدر که هنوز بعضی از جناح‌های حاکم یا جناح‌های همراه با جمهوری اسلامی موفق بشن میلیون‌ها نفر پای صندوق رای ببرن، یعنی این که ما همچنان نیاز داریم که بنشینیم با هم صحبت کنیم و ابعاد فریبکاری جمهوری اسلامی، ابعاد جنایت‌های این حکومت، ابعاد وطنسوزی‌ها و ایران فروشی‌هاشون رو بگیم. هنوز این حکومت این توان رو داره که چند میلیون نفر پای صندوق رای ببره. پس این که میگید همه چیز رو میدونن، خیلی به نظر من دقیق نیست. فردریک وارده 5599 گفتن متاسفم که فرصت کنفرانس سیپک از بین رفت. البته ما فرصت‌های زیادی در پیش داریم، اما به نظر من اون اعتماد سازی از همه چی مهمتر. امیدوارم با توضیحاتی که شاهزاده میدن، چون به نظر من اگر به خاطر مسئله خانوادگی لغو کرده باشن توضیح قانع کننده نیست دوستان عزیز. حالا ممکنه بعضیا انقدر ارادت دارن بگن فدای سر خانواده شاهزاده، ولی تصور میکنم که بسیار از مردم وقت در مسائل بعدی دچار تردید خواهند شد که اگه قرار باشه در یک مسئله بسیار مهم دوباره همچین اتفاقی بیفته و شاهزاده بخوان به خاطر تعهد خانوادگی یک برنامه رو لغو کنن، این یک تردید ایجاد میکنه، ضمنی که باعث سوء استفاده دیگران خواهد شد، باعث اتهام افکنی های بی‌دلیل خواهد شد. به گمانم شاهزاده اگر خیلی شفاف و صریح رو بیان اعلام کنن، من به شخصه دارم عرض میکنم به عنوان کسی که علاقه‌مند به شاهزاده هستم، این رو توجیه قابل قبولی نمیدونم که خاطر تعهد خانوادگی، یعنی یه سری افراد اومدن برای اینکه مسئله حل کنن گفتن شهبانو بیمار بوده، که خدا رو شکر شهبانو بیمار نیستن. ولی ببینید یک کنفرانسی با این درجه اهمیت، کنفرانس مونیخ که اهمیتش بسیار کمتر از این بود، وقتی سخنرانی شاهزاده لغو کردن، شاهزاده تلاش کردن که برن کنفرانس شرکت بکنن، اطرافیانشون تلاش کردن که بعدم ایشون تشکر کرد از تیمشون و از دیگران که وقتی که برای بار اول از طریق کنفرانس مونیخ اعلام شد که مجددا ایشون رو دعوت کردن، یک بار لغو شد. بعد وقتی که اعلام شد که ایشون دعوتشون دوباره پابرجاست، شاهزاده از تیم خودشون و همه کسانی که باعث شدن که این حضور ایشون در کنفرانس قطعی بشه تشکر کردن، با اینکه اصلا قابل مقایسه نبود سطح موضوع و اهمیتش. وقت چطور میشه به خاطر یک مسئله خانوادگی یک کنفرانس با این اهمیت رو بخوان لغو بکنن؟ MBZ2 گفتن با توجه به اینکه زلنسکی بعد جوری منزوی شده، به نظر میرسه آمریکا میخواد همه خواسته های روسیه رو در جنگ با اوکراین تامین کنه و در مقابل حمایت روسیه از جمهوری اسلامی چین و کره شمالی رو به حداقل برسونه و این خبر خوبی برای اپوزیسیون ایرانی است. ببینید اینکه هر قدرت جهانی یا هر قدرت منطقه‌ای یا هر کشور حتی منطقه دست از حمایت از جمهوری اسلامی برداره یا در کنار اپوزیسیون ایران بنشینه برای مبارزه با جمهوری اسلامی، بسیار خوبه. اما اولا الان شرایط روسیه، چون شما نوشید در مقابل حمایت روسیه از جمهوری اسلامی چین و کره شمالی رو به حداقل برسونه، الان چین نیاز به حمایت روسیه نداره، بلکه روسیه است که نیاز به حمایت چین داره. پس چین رو حذف کنید. کره شمالی هم وضعیتش طور نیست که الان خیلی نیازمند روسیه باشه. کره شمالی اون چیزی که فعلا باعث میشه دنیا باش مدارا کنه اون بحث سلاح هسته‌ایشه و بمب اتمیشه. تازه در این قصه الان کره شمالی که داره از روسیه حمایت میکنه با اعزام نیرو گوشت قربانی میفرسته، یک بی‌شرفی مثل خامنه‌ای در کره شمالی حاکمه، سربازا رو به زور میفرسته در روسیه و کشته میشن و سلاح در اختیار روسیه قرار میده. اما در مورد جمهوری اسلامی،
من در حداقل یک سال و نیم اخیر هیچ جا ندیدم روسیه از جمهوری اسلامی حمایت کرده باشه که حالا شما میگید که آمریکا میخواد یک امتیازی به روسیه بده، در مقابلش روسیه از جمهوری اسلامی حمایت نکنه. شما به من بگید در حتی بیش از یک سال، 2-3 سال اخیر در کدام عرصه، در کدام موضوع روسیه کوچکترین حمایتی از جمهوری اسلامی کرده که حالا بخواد حمایت رو برداره؟ من فکر نمی‌کنم ربط داشته باشه. و روسیه هم عرض می‌کنم این که حالا ترامپ داره فشار میاره جنگ تموم شه، اون بعضی از حالا خصلت‌های ترامپ که میخواد بگه من حرفی که زدم به کرسی میشونم، من بودم که جنگو تموم کنم، میگه که اگه من بودم جنگ نمیشد، حالا هم که اومدم جنگو تموم میکنم. و به همین جهت و این باعث شده که روسیه چون فهمیده ترامپ میخواد به هر قیمتی در اسرع وقت جنگو تموم کنه، داره امتیازگیری میکنه. یعنی رسما روسیه الان داره به نظرم از پوتین، از ترامپ امتیازگیری میکنه، ولی فکر میکنم موضوع اینطوری نخواهد مون، تغییر میکنه. پولین سامانی 4460 گفتن لطف بفرمایید در مورد لغو سخنرانی شاهزاده تحقیق و اطلاع رسانی کنید. من چیزی که به نظر میرسید گفتم که باز خانم آزاده L8T زیرش نوشتن که بعد از سخنرانی ژنو یک عملیات خطرناک با قمه داشت صورت میگرفت. حالا ایشون در همه کسانی که اظهار نظر کردن که من تعداد زیادش نمیخونم چون همه حالا زیر سوال بردن، همه جای خانم این توضیح دادن که میگم به نظر من این هم نه هیچ تا حالا هیچ منبع رسمی هم چیزی نگفته، یه فیلم مبهمی نشون میدن و بعدم اگر هم چیزی هست ای کاش بگن که اون کسی که با قمه داشت حمله میکرد سرنوشتش چه شد، فرار کرد رفت، ازش شکایتی شد، تلاشی داره میشه که شناسایی بشه و دستگیر بشه یا نه. و بعدم عرض میکنم چه ربطی داره اگر خدای نکرده میخواستن در ژنو صدمه بهشون بزنن، این چه ارتباطی داره با حضور ایشون در یک کنفرانسی که در بالاترین سطح امنیتی ازش حفاظت میشه؟ پروین 9101 هم همین رو گفتن، در ژنو با قمه به شاهزاده حمله شده بود، فکر کنم تیم حفاظت باید عوض شود. محسن علموتی 100 لطف کردن به من گفتن همینقدر که برای ساختن این برنامه‌ها مجبور هستین امثال حاجی زاده و فؤاد ایزدی رو ببینید، جای بسی سپاس است. بعدم گفتن به نظرم برای 24000 بازدید 2000 لایک خیلی کمه. پیام طلایی گفتن که علت پربازدید بودن برنامه‌های شما بی‌طرفانه عمل کردن است. افراطی‌های این طرفی دوست دارن شما مداحی کنید و آن طرفی‌ها توقع دارن شما ستیزه‌جو باشید. هر گونه رفتار کنید عده‌ای از شما ایراد خواهند گرفت. در ضمن شرکت نکردن در کنفرانس با این اهمیت ممکن است بر سرنوشت تک تک ما اثر بگذارد. بابک باراد گفتن احتمالاً توافق حمله به ایران در اجلاس، دو سه تا از دوستان همین چیزی گفتن، من چون به عنوان فرضیه مطرح شده می‌کنم. احتمالاً توافق حمله به ایران در اجلاس سیپک انجام میشه. حالا اجلاس سیپک تموم شد رفت و توافق هم در این مورد نشد، حتی بحثش هم مطرح نشد. و ایشون منظورشون شاهزاده نمیخواد هیچ نقشی در این تصمیم داشته باشد. با توجه به پهپادی که ترامپ به نمایش گذاشت بیشک میخوان رسما تاریخ حمله به ایران رو اعلام کنن. خب این که چون دو سه نفر این حالا از یه جا احتمالاً در یه جا مطرح شد، چون دو سه نفر عین همین فرضیه رو در پیاماشون اینجا برام گذاشتن. رضا اسدی 354 گفتن به سازمان استاندارد پیشنهاد بدین از حالا به بعد واحد نگرانی خامنه‌ای را تعداد پک تریاک در هر منقل اعلام کنند. سمانه کردنیا 5847 گفتن علی خامنه‌ای گمان کرده تبادل پیام‌ها قرار است سالها ادامه داشته باشد. احتمال نمی‌دهد که اگر یک بار نخست وزیر ژاپن پیام آورد و یک بار امیر قطر، دفعه بعد آمریکا خودش می‌آید و تکلیف نظام را یکسره می‌کند. علی خامنه‌ای متوهم و بزدل ترامپ را مثل خودش بی‌عمل و ترسو فرض کرده. حالا من امیدوارم که بحث به حمله نظامی نکشه، ولی به گمان من با اطمینان اینو حداقل میتونم بگم که شیوه تعامل آمریکای ترامپ با جمهوری اسلامی کاملا متفاوت با آمریکای بایدن. به هیچ وجه احتمال توافق منتفی نیست به صورت 100%، ولی ظواهر امر نشون میده که ترامپ جز به تسلیم عجیب و غریب خامنه‌ای راضی نخواهد شد، با توجه به حمایتایی که داره میکنه و چراغ سبزهای عجیب و غریبی که به نتانیاهو و اسرائیل داده، به اسرائیل به طور عام و به نتانیاهو به صورت خاص. به نتانیاهو هم در منتها علیه راست افراطی اسرائیل قرار میگیره و از اوناست که تا به حالش بعضی از موانع جهانی به نظر من مانع حملش به ایران شده. شایان W8N گفتن اجازه بدهیم شاهزاده رضا پهلوی خودشان در مورد لغو سخنرانی سیپک توضیح بدهند. با وطن پرستی که از ایشان سراغ داریم شایسته نیست قصاص قبل از جنایت کنیم.
حتما مشکلی پیش آمده که رسانه‌ای کردن آن صدمه بیشتری به این اتحاد میزند. ماه پشت ابر نمیماند و وسط بازان رسوا خواهند شد. من نشانه‌ای نمیبینم که شاهزاده بخوام توضیح دیگه. شاهزاده توضیحشون دادن، ولی به نظر خودشون قانع کننده است، ولی امیدوارم توضیحی داده بشه. به خصوص اینکه امروز میگم یک آمریکایی در اون اجلاس اومده گفته که علت عدم شرکت شاهزاده بیماری شهوانه بوده که اینم به نظر من نیست. هم چیزی عرض می‌کنم شما هم شاهزاده و هم شهبانو یک تصویری گذاشتن که شاهزاده نشستن و شهبانو ایستادن، دارن تصاویر حضور مردم در ژنو رو میبینن با هم دیگه و شهبانو سر حال، خدا رو شکر سر حال ایستادن، حتی روی صندلی ننشستن، اتفاقا شاهزاده نشسته و شهبانو ایستادن. SHMV 668 گفتن آیا کاری را که برای سوریه کردن نمیشه برای ایران بکنند که نیازی به حمله نظامی هم نباشه؟ ببین دوست عزیز، اولا سوریه هم خیلی بدون دخالت نظامی نبود، منتها دخالت نظامی یه مقدار پنهان و پیچیده ترکیه. ثانیاً در مورد سوریه یک اراده جهانی متحد وجود داشت و ثالثاً دولت بشار اسد دولت بسیار ضعیفی بود و حساب کرد روی حمایت‌های جمهوری اسلامی و روسیه که به یک باره پشتش خالی کردن. یعنی یک پروژه جهانی نوشته شد برای سوریه، از مدت‌ها قبل هم تلاش کرده بودن، فقط هم سوریه نبود، از فلسطین شروع کردن، حماس رو تقریبا دندونش رو کشیدن، حزب الله لبنان رو از بین بردن به معنای واقعی کلمه، اثرگذاری دیگه نداره و اومدن سوریه. این یک در واقع پروژه‌ای برای خاورمیانه. من یقین دارم، حالا گفتید برنامه‌ای که برای سوریه داشتن نمیتونن برای ایران بذارن، سوریه به دلیل اینکه تا زمانی که از چنگ جمهوری اسلامی در نیامده بود میتونست یک موی دماغی باشه برای تغییرات خاورمیانه. در راستای این تغییرات حتما سراغ جمهوری اسلامی هم خواهند اومد، اما جمهوری اسلامی الان به هر حال فاصله داره با اون منطقه‌ای که قرار تعیین تکلیف بشه. در عین حال تصور من اینه که برای جمهوری اسلامی هم نقشه‌هایی دارن و اجرا خواهند کرد. آریا راد 884 گفتن آمریکا کمک کرد تا حکومت پهلوی سقوط کنه، شاه را به کشور شاه نداد. آن وقت عده‌ای فکر میکنن آمریکا میاد و رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط میکنه. با این تصور 46 ساله که مردم رو سرگرم کردن. فعلا منتظر باشید که ترامپ نقش امام زمان رو براتون ایفا کنه. حالا نه من نه خیلی از افراد انتظار ترامپ ننشستن، به خصوص اینکه ترامپ یک بیزینسمن سیاستمداره که تو هر زمینه ممکنه معامله بکنه. ولی توجه داشته باشید که شرایط امسال و شرایط 1-2 سال اخیر با تمام 46 سال گذشته متفاوته. اراده‌ای که در دنیا شکل گرفته به نظر من برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی حتما خیرش به مردم ایران هم خواهد رسید. وطن 2340 گفتن واقعا از این حرکت شاهزاده ناراحتم. مطمئنم خود شهبانو هرگز موافقت نمی‌کردند که در این مقطع حساس حتی به خاطر بیماری ایشان قید سخنرانی به این اهمیت را بزنن. حسام شهدوست گفتن دوست میگه گفتم، دشمن میگه میخواستم بگم. در نقد هرگاه بسته شود بتسازی و بتپرستی پیدا خواهد شد و میشود آنچه که در همین 46 سال شده است. در مورد هر کس باید خوب و بد را گفت، هیچ کس خدا نیست. ناو شی گفتن آیا ممکنه علت عدم شرکت شاهزاده در نشست سیپک وجود جنگ طلبان زیاد در آن کنفرانس باشد و ایشون نمیخوان همراه با جنگ طلبها دیده بشن؟ ببین دوست عزیز، تصور میکنم یک شخصیت در حد شاهزاده وقتی دعوتشون میکنم به یک جا، حتما تیم مشاوران و خودشون یک ارزیابی از سایر حضار، سایر سخنرانها خواهند داشت. ببینید من خودم الان وقتی زنگ میزنم به ندرت من با تلویزیون ها صحبت میکنم، ولی هر وقت زنگ میزنم میپرسم مهمان دیگه برنامه‌تون کیه؟ تا این حد من اهمیت قائلم برای اینکه حالا به دلایلی که خودم دارم تصور نمی‌کنم برای یک همچین اجلاسی وقتی شاهزاده را دعوت میکنن ایشون و تیم همراهشون، مشاورینشون، افرادی که باشون کار میکنن تا این حد بخوان غفلت کنن که نپرسند اصلا تشکیل دهنده جلسه کیه، برنامه‌اش چیه و چه کسانی سخنران هستن. اینکه بعد از اینکه دعوت اعلام شده، پوستراش پخش شده، اعلان شده که ایشون هم سخنران هست، بعد تازه برن مشورت کنن و فکر کنن کی شرکت میکنه و بعد مصلحت اندیشی کنن، خب این هم به اعتبار ایشون صدمه میزنه، هم به اگر قرار باشه برنامه‌های حمایتی از اپوزیسیون وجود داشته باشه به اونها هم صدمه میزنه. به هر حال در برنامه بعدی دیگه به این راحتی اقدام نخواهند کرد.
به گمان من حتی اگر این باشه از قبل باید طراحی میشد. اینطور نیست که مثلا امروز که شاهزاده دعوت کردن گفته باشن حسن و حسین سخنرانی میکنن، فردا بیان بگن که به جای حسن و حسین الکس و مثلا تیم اومدن دارن صحبت میکنن. حتما قبلش و اگر نبوده این همه از ضعف. من مطمئنم در جریان بوده، برای اینکه پوستر چاپ شد مشخص بود سخنرانان چه کسانی هستن و فقط یک روز قبلش ایشون گفتن، یعنی از چند روز قبل فرصت داشتن این رو بگن. ضمن اینکه به نظر من جایگاه شاهزاده انقدر اهمیت داره که در همچین مسائلیشون نباید بیاد فداکاری کنه بگه به خاطر مسئله تعهد خانوادگی. اگه این هست باید اینو صریح بگه، مطمئنا مردم ایرانشون رو سرشون میذارن. اگه ایشون باید بگه من به خاطر ترکیب شرکت کنندگان که ترکیب مناسبی نبود نمیرم در سخنرانی، این هم اقتدار ایشون رو نشون میده و هم مردم قدردانشون خواهند بود، در حالی که الان معتقدم بسیار از مردم خیلی خوشحال نیستن از این توجیهی که ایشون ارائه کردن. SH44 گفتن که در کل اروپا بیشتر کمک کرده نه کمتر، چیزی در حد 55 به 45. در همین حدشون نوشتم، ولی تصور میکنم اشاره بود به صحبت من و که من نقل قولی از ترامپ کردم. گفتم ترامپ گفته که در موضوع اوکراین اروپا 100 میلیارد دلار کمک کرده و آمریکا 350 میلیارد دلار. من واقعا آماری از هیچ طرف ندارم. من نقل قول کردم از ترامپ، ولی با توجه به اینکه ترامپ چند بار گفته، من نشیدم هیچ مقام اروپایی اومده باشه تکذیب کرده باشه و بگه نه ترامپ اشتباه میگه. ما هم مثلا اگر 55 به 45 باشه، اگر آمریکا 350 میلیارد کمک کرده باشه، قاعدتا مثلا این در حدود 20% اضافه باید مثلا حدود 420 میلیارد دلار اروپا کمک کرده باشه. اگر نسبت 45 به 55 باشه، در برابر 350 میلیاردی که ایشون ترامپ گفته کمک کرده، آمریکا کمک کرده به اوکراین، اگر آماری که این دوستمون گفتن، پس بعد اروپا 420 میلیارد دلار کمک کرده باشه. من جایی ندیدم، چون ترامپ در این مدت بارها این رو تکرار کرده، من نشنیدم هیچ کدوم از مقامات اروپایی حرف ترامپ رو تکذیب کرده باشن. ولی در اصلش خیلی مهم نیست، اصلا ما که اختیارش نداریم. فعلا ترامپ تصمیم گرفته که کمکاشو به اوکراین قطع کنه و حتی خود اوکراین هم تکذیب نکرد این حرفو. نادر جیم 8خ گفتن آیا این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا برای برون رفت از فشارهایی که سیاست آمریکا بر اروپا تحمیل کرده با نزدیک شدن به جمهوری اسلامی از کارت نظام جمهوری اسلامی برای مذاکرات استفاده کنه؟ دوستان ببینید، اولا اروپا الان موضعش در برابر جمهوری اسلامی خیلی ملایم‌تر از آمریکا نیست، با توجه به ناامنی هایی که جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش و بعضی از لاتولوت هایی که ممکنه با جمهوری اسلامی ارتباط دارن در اروپا ایجاد کردن و در آینده هم قطعا ایجاد خواهد کرد. در سالهای گذشته چند مورد داشتیم که جمهوری اسلامی تلاش کرده بمبگذاری کنه در اروپا. به همین دلیل مثلا قبل از اینکه ترامپ سر کار بیاد، آلمان اومد مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی تعطیل کرد، سوئد همین کار کرد، بعضی از کشورهای دیگه این کارو کردن. این اولا. ثانیاً وقتی شما میگید که اروپا میخواد از برگ جمهوری اسلامی استفاده کنه، این برگ باید چیزی توش باشه. کدام توانمندی اقتصادی یا سیاسی رو جمهوری اسلامی داره که اروپا اون رو تو دستش بگیره بره با ترامپ جنگ کنه؟ مگر به ترامپ بگه آقا اگر تو با من مصالحه نکنی، من از جمهوری اسلامی میخوام بیاد کار تروریستی تو آمریکا انجام بده. تنها برگی که جمهوری اسلامی میتونه در تنها عرصه‌ای که از برگ جمهوری اسلامی میشه استفاده کنه، یعنی که بیاد بگه آقا این شاخ جمهوری اسلامی تو دست منه، آقای ترامپ تو اگه با ما راه نهی، من به جمهوری اسلامی میگم بیا تو آمریکا مثلا ناامنی ایجاد کنه. به نظر من وقتی شما میگید که در مذاکره آمریکا یا اروپا میخواد از برگ فلان جا استفاده کنه، اون برگ باید یک محتوایی داشته باشه، یک توانمندی اقتصادی، سیاسی، نظامی، اعتباری. جمهوری اسلامی فاقد همه این هاست. سعید صفایی گفتن آیا ممکن است موضوع ایران با آمریکا و اسرائیل تا پایان 4 سال ریاست جمهوری ترامپ به صورت فرسایشی و درگیری نظامی در حد درگیری‌های گذشته بماند؟ به نظر من نه. من معتقدم که وضعیتی که الان در دنیا وجود داره و برنامه‌ای که برای خاورمیانه چیدن، شرایط رو با 4 سال پیش کاملا متفاوت کرده. تازه من نمیدونم اگر ترامپ برای بار دوم انتخاب میشد در دور دوم ریاست جمهوری چه کار میکرد؟ آیا همچنان فرسایشی به قول شما عمل میکرد؟ من گمان نمیکنم. ولی حتی اگر فرض کنیم که ترامپ در دور اولش هم نوعی مماشات کرده که اون هم واقعا مماشات نکرده، خیلی فشار آورده، شرایطی که الان ایجاد شده و اون تصفیه‌ای که داره در خاورمیانه انجام میشه، وضعیتی که برای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی درست شده، اقتضاش اینه که با جمهوری اسلامی مثل قبل مدارا نکنن و میدونن اگر مدارا کنن و جمهوری اسلامی اندکی سر بلند کنه، امنیتی در منطقه باقی نخواهد گذاشت تا جایی که بتونه آشوب ایجاد خواهد کرد، ماجراجویی میکنه.
جمهوری اسلامی در این مدت به خصوص در بین طرفدارانش در داخل و نیروهای نیابتیش در خارج از کشور به شدت سرخورده شده، بسیار تحقیر شده. هم در داخل کشور بارها و بارها تحقیر شدن تا جایی که خود حزب اللهی سرشون در اومد، از فیک الاسد گفتن، از اینکه جمهوری اسلامی نتونسته وعده صادق 3 رو انجام بده، از اینکه در مورد حمله اسرائیل دروغ گفتن، پدافندها از بین رفته. اینقدر جمهوری اسلامی در بین طرفداراش در داخل کشور و نیروهای نیابتیش در خارج اینقدر تحقیر شده که اگر کوچکترین فرصتی پیدا کنه میخواد تحقیر رو جبران کنه و این رو آمریکایی‌ها خیلی خوب میفهمن، اسرائیل خیلی خوب میفهمه، حزب الله لبنانی‌ها خیلی خوب میفهمن، حکومت جدید سوریه خیلی خوب میفهمه، ترکیه و قطر و عربستان خیلی خوب میفهمن. به همین جهت به نظر من هم همکاری هایی که در بین آمریکا و دیگران وجود داره اقتضاش اینه که با جمهوری اسلامی برخورد بدی کنن، هم مشورت هایی که سران دولت های منطقه و بعضی از کشورهای دیگه به آمریکا و اسرائیل میدن حتما اونها رو تشویق خواهد کرد که از ادامه تعامل فرسایشی با جمهوری اسلامی خودداری کنن و حتما برخوردشون با جمهوری اسلامی برخورد جدی تری خواهد بود. ممنونم از همراهیتون. شب و روزتون خوش.